از کمود اسب داریم. خب بعض اسبایمون رو بایا نداد آدمی نااتفاق در هر ولایت هم است. توفیق قندری از ولایت فاریا ولسوالی المار هستم. بسیار عالی. توفیق جان، خودت چند سال شده که در این راسته بزکشی فعالیت داری و اجرای وظیفه میکنی؟ ما چپاندازی را 13 سال میشه رسمی چپانداز هستیم. حالا که اگه داشتن که بگویی از بابا کلام و پدرم بزکش بود. خب تو چی باعث شد و چی انگیزه شد که خودت قبلا که بابا و ایت گذشته در اصل پدریست یک سب نه باز از خودت چی باعث شد که انگیزه برای خود پیدا شد و پهلوانی شروع کنی و رقم نام خدا یک چوپانداز بسیار ورزیده شد؟ پدرم بسیار دوست داشت همین که هر دفعه تشویق کردن، یعنی تشویقمون میکرد. مرام خدا بیامرزه مرده. مقصد ما گفتیم همین نامش رو گم نکنیم. گفت یک دفعه شوق علاقه کردیم. بسیار شوق داریم ما. خب فعلا از امروز روزی که تورنمنت سوم شروع شده وارد چند بازی خودتون شدین در این مرحله؟ ما از 4 از 3 شم هستیم. 3 دفعه 4 دفعه. امروز کدام تیم شما بازی کردین؟ تنها ولایت فاریاب. نه ولایت فاریاب. امروز یک دفعه بلخش که ما بودیم که اون سنه را خودمون پوشش دادیم. بعد از اینکه ما نبودیم خط سمنگان هم بازی کردیم. خط سمنگان دیگه بعدش خط بغلان هم نه بغلان و بلخ و سمنگان. خب از کدامش از بلخ که امروز ما بودیم که شما نام خدا تیم بلخ دیگه بالاخره شکست دادین. خب اینا بعد از اینایش رقم شد. این رقم گفت است که ما بچهای ما کم تجربه کردیم. از کمود اسب داریم. خب بعض اسبایمون رو بایا نداد آدمی نااتفاق در هر ولایت هم است. بعض پهلوانای ما نیامده. خب بازی برد و باخت داره. بازی برد و باخت داره. فعلا همه تیم فاریاب چگونه می‌بینین در مقابل بدخشان از نظر خودتون، از دیدگاه خودتون؟ آمادگی یعنی لازمه گرفتین یا خیر؟ میدان است. توکل به خدا. بازی را کسی پیش بینی کرده نمیتونه. اونا هم خیلی آمادگی گرفته. چپاندازهای خارجی گرفته. خارجی هم دارن و تیم فاریاب است اجتماعی است. یک است بس شما یک از خار غریب. اینجا 3-4 تیم است که اونا با دلار جای میکنه. واقعیت دیگه ایران همه میفهمه. آفتاب با دست پوت نمیشه. خب یک 3-4 تیم است اونا که هسته اینا زیر دست یک نفر است با جایی که چیز شود دیگه دلار خرج میشه. ما از اجتماعی از واقعا ما خودمون میفهمیم که بسیار یک رقم از بود اقتصادی خیلی بسیار ضعیف. اقتصادی هم ضعیف است. از اسب هم ضعیف است. بله. امو اسبای قبلی سه چوپاندازهای قبلی سه یا کم تغییرات هم آوردین در تیم فاریاب خودتان؟ نه ما اسب هست همین پهلوان هست. ما دیگه اسب هم نیاوردیم پهلوان هم نیاوردیم. خدا دیگه انشالله با خیر بازی را بگذره. ما هم دعا میکنیم که همین فاریابی ها همین ساده را بشنوه دیگه. اگر غیرت فاریابی داشته باشه